يؤسفنا أكثر هو تجاهل إيران لما يفترض أن يجمعنا بها من رابطة دينية، وتناسيها فضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية التي أكسبت حضارتها عمقا روحيا وإنسانيا ومعرفيا بعد عصور من الضلال، وأننا لا نأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بترجيح كفة الأخوة الإسلامية التي لا تستقيم إلا بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء القائمة على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار. يؤسفنا أكثر این جواب یک دختر ایرانی آزاد است به تو مردک بحرینی. کنون کاسه گردان دیروز ما شدی مدعی پیش امروز ما. برو چنگ بر پای بیگانه زن که بحرین را مفت پیمانه زن. تو ای بی تبار بیابان نشین چه دانی ز تاریخ ایران زمین. به گردآفرین ها نشان داشتیم که زنهایمان را به جان داشتیم. که اسلام کرده از چشم تو کور که افکنده ای دخترت را به گور. به کوروش، به زرتشت، به آیین دور که ایران ز آغاز بوده است نور.